بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتان خوب باشد. امروز میپردازیم به موضوع مهم نماز و اثرات آن. لطفاً با ما همراه شوید. در سوره ماعون آیه 4 و 5 خداوند می‌فرماید ای وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل‌انگاری می‌کنند. اینجا در این آیه قرآن خوب است داستانی را برایتان بگوییم. مرد کوری از پیروان حضرت امام صادق علیه السلام قصد دیدار امام را در مدینه می‌کند و با ذوق فراوان به مدینه به راه می‌افتد. اما این شخص تا به مدینه رسید متوجه آشوب و سر و صدای غیر طبیعی در مدینه شد. علت آن را جویا شد و مردم خبر از شهادت حضرت امام صادق علیه السلام را به او دادند. آن مرد کور دانا برخلاف بقیه مردم مدینه مستقیم به درب خانه امام صادق علیه السلام رفتند و با خواهش و تمنا از خانواده محترم امام صادق جویا شدند که آخرین کلام امام چه بود. خانواده امام فرمودند آخرین سخنان را باید به گوش همگان برسانید. اما آن مرد کور خواهش کرد که به من بگویید. در این هنگام مردم همه به درب خانه امام صادق جمع شدند و خانواده آن حضرت با صدای بلند گفتند حرفهای آخر امام صادق علیه السلام این چنین بود که هر کس نماز را سبک بشمارد به هیچ وجه شفاعت ما اهل بیت به آنها نخواهد رسید. توجه داشته باشید که میگوید نماز را سبک بشمارید و نه اینکه نماز نخوانید. از این حدیث زیبا در میابیم که طبق فرمایشات امیرالمؤمنین که میفرماید هیچ عمل و طاعتی نزد خدای با عزت و جلال از نماز محبوبتر نیست. سپس هیچ چیز از امور دنیا از به جا آوردن نماز در وقتهایش شما را مشغول نگرداند. خداوند بزرگ در سوره نور آیه 37 می‌فرماید مردانی که تجارت و معامله آنها را از یاد خداوند و برپا داشتن نماز غافل نمی‌کند. و همچنین در سوره انعام آیه 92 خداوند زیبا می‌فرماید بر نمازهای خیش مراقبت کنند. و اما کلام پیامبر اکرم، ایشان می‌فرمایند ای مردم خدای شما می‌فرماید این نمازهای پنجگانه فریضه است. پس اگر کسی این نمازها را در وقتش به جا آورد و محافظت بر آن نماید روز قیامت مرا ملاقات خواهد کرد و بر عهده من است که او را وارد بهشت کنم. و کسی که در وقتش نمازها را به جا نیاورد در این صورت بر من است که اگر بخواهم او را عذاب می‌کنم و اگر نخواهم او را می‌بخشایم. و همچنین می‌فرماید بنده نمازگزار که مواظبت بر اوقات نماز نماید و مواضع آفتاب را برای وقت نمازش دقت کند من ضمانت می‌کنم راحتی در دم مرگ و دفع و رفع هموم و درد و اندوه و نجات از آتش جهنم را. دوستان عزیز، اکنون با هم مختصری از آیات قرآن و روایات را شنیدیم. همه امامان معصوم و پیامبران و اولوالامر دستور به نماز دادند که ما میتوانیم فقط ذره‌ای از آنها را بیان کنیم. اما خالی از لطف نیست که این داستان را هم بازگو کنیم. روزی فردی نزد امام صادق علیه السلام رفت. به آن امام گفت چند وقتی است که بلایا و مصیبت گریبانگیر من شدند. لطفا شما مرا راهنمایی کنید. امام فرمودند آیا نماز می‌خوانی؟ مرد گفت بلی. امام به ایشان فرمود به خانه‌ات برگرد و آن درخت مشخص را دریاب. به بالای آن درخت برو و تکه استخوان یک آدم مرده ای را که توسط یک کلاغ به بالای درخت برده شده است را خاک کن. آن مرد پذیرفت و این کار را انجام داد. چندی بعد نزد امام رفت و دلیل آن را جویا شد. امام فرمود آن تکه استخوان برای فرد مرده‌ای بود که نماز نمی‌خواند. بله، همینطور است عزیزان. نماز بسیار مهم است.
آنقدر مهم است که سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا با آن همه چشمها و تیرهای ناپاک دشمنان اسلام آنها را رها نکرد و حتی آن را به صورت جماعت خواند و همچنین پدر گرامیشان یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که با وجود علم بر شهادتش قاتل خود را از خواب بیدار کرد تا او را به شهادت برساند. منظور این است که آن بزرگوار را غیر از نماز نمیشد به شهادت رساند و اینکه اهمیت نماز در محضر ایشان از اهمیت والایی برخوردار بود. حدیث و روایات از کلام امامان معصوم و پیامبر اسلام بسیار زیاد است که ما فقط خلاصه ای از آن را برایتان آوردیم. بر آن هستیم که در کلیپ بعدی از معجزات آن یعنی نماز برای شما بگوییم که امروزه در تقلید از نماز آن را یوگا و یا اسمهای دیگر مینامند و این را باید بگوییم اکنون نوشیدن شراب غیر ضرر به جان آدمی عواقب تندی در این دنیا و آخرت میتواند داشته باشد. در کلیپ جداگانه‌ای حتما در مورد مضرات مشروب حتما برایتان خواهیم گفت. لطفاً زنگوله را بزنید و ما را لایک کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمانید. در آخر ما را از دعای خود بی‌نصیب نگذارید. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتان باشد.